به زنها و دختران جوان گپ ها میپرتایند. بعضا وقت همین گپ ها قبیح هست. مثلا به همین چی نظر دارید شما؟ چه عقیده دارید؟ ما چی میخوام گفتن که این بچه‌ها تربیت ندارن. حساب به تربیتی است. به تربیتی. وای پدر و مادری اگر وای داشته باشن فرزندشون رو تربیت کنن که نمونن دخترکو داخل کوچه. این یک به معنی به ترتیبی خلق ما توجیه رو میفهمن. برای که ما را اوریون میگن که از همه خلقی با تمیز خلق با تربیت اوریون هست. لیکن بچه‌های حاضر تماما ترتیب و تربیت ندارن. ما هم در دوره سوئدی کلان شدیم. ما خیلی کارون نمیکردیم. شما گپ نمیپرتافتید به دخترها؟ خیر این خیلی بعد توی درجه گپای قبی ما نمیزدیم. چی گپ میپرتافتید به دخترها؟ خیلی چی خواستی نازی تینجی گپ نمیزد. ما گذشته میرفتیم دیگه. یگم دوای دختر پریتینز نمیکردیم. ما بچه‌های حاضر چیکار میکنن؟ دست دختر میقپن دبای جمعیت میکشن. همون دختره که وای میکنن گپای قبی میزنن. درست تربیت ندارن، معامله خوب ندارن. قبی گفتن بی‌آدابی است. دخترم فرزند کسی یک معامله خوب در خود است. برای اون که چی فکر میکنید در همینجا عیب از دختر است یا از پسر؟ از پسران میشد. از پسران میشد. دختر هیچ وقت گناه نداره. دختر روی راست رفته است. بچه‌ها گم میپرتوند. بعد که گپش گوش نکرد حقارتش میگن. حقارتای بیزی میگویند. بی‌آدابی است. خب در وقت شما دخترها با گپ میپرتافتید در جوانیتان؟ بود البته. گپ میپرتافتید. معامله خوب قطعی. خب چی گپ میگفتن در اون وقت؟ شما نازم ساز بین شناس شویم پارچه من بچه کلاسا زنگا های شوخی ها میکردیم های معقول شد اگر همدیگری ما با صحبت میکردیم. یگان طرف اگر نگاه کردن در کار نیست. باید هر یک انسان عقل ذکاوت خودش باید پیش بره. همون دخترها که در راه میگن ما اول ایست کنیم که مثل خواهر کنیم مثل یک خویش نزدیکی کنیم. با فکر شما هم خیلی دشمن نام قبیح گفتن خوب است یا نه؟ نه روی بی‌سوادی روی بی‌آدابی میشه. یک پس رفتن فرهنگی میگیره شما خودتون گپ میپرتید؟ نه اکثر وقت کم عروس سوال این که از طرف خودی هم دختر هم بچه وابستگی دارد چون که بعضی هستن دخترایی هستن که در هم نسبت بچه ناحرمتی میکنن بچه هم هستن نسبت دختران ناحرمتی میکنن بکر گپای قبیح گپای بی‌ادبی میگن. این من فکر میکنم که میشه که همین بعضی رفتارهاشون حتما این اصلا برای توجیه نمیذاره چون که این آداب ما هم نیست این معاشرت ما نیست. خب با اندیشه شما پسران برای چی هم خیلی گپای قبیح میگویند دخترها با؟ به مدنیت خب حاضر چند لحظه پیش چند پسر رو پرسیدم اونها میگن که اگر دختر خودش مثلا لباسی درست باشد و براش راست رود بچه‌ها هم گپی قبیح نمیپرتند. با این چی میگوید؟ درست گپ در لباس نیست. بسیاری کرته تاجیکی خوشرو پوشیدگی رفتادیم بچه خودش گپ نمی‌زنه. با شما گپی قبیح گویند چیکار میکنید؟ اهمیت نمی‌دید. اهمیت نمی‌دید. شما چی؟ ما خودم گپ زدم. من به یکم کس گپی وای نمی‌زنم. گپی قبیح یا که مثلا با فکری وای شما میگید که گپای چی می‌زنید. ما هم لباس اروپایی می‌پوشم هم ملی می‌پوشم. هیچ کس حاضر گپ نزد. این با فکرم ما خودی دخترم بسیارتر وابستگی دارد. برای اینکه مثلا من بسیار حالتا بوشتم برای شده که بسیارتر دختران مثلا بعضن بین خودشون گپای وای میزنن. الکی وقتی که دختری فهمی شد بچه‌ها چی جای وای چی جای گیله و شکایت میکنن که وقتی که ما زن دختر مادری آینده که باید تربیتگری فرزند میشه خودش بی‌آداب خودش بد اخلاق بین خودش گپای قبیح میزنن. مثلا صحبت‌های دخترای میفهمین بعضن هنگامی راهروی مثال گوش میکنن که بین خودشون هم مثال دیگرشون هم بیوه گفته مراجعت میکنن یا اگه اون گپای قبیح مثال مراجعت میکنن. من فکر میکنم که خودی دخترها بسیارتر وابستگی آدم خودش اداره کنه دو مثال ناز مثال کنن بچه‌ها چی گفتن نمیتونن. خیلی هستن مثال بچه‌های یوش و یا در یوشی هر چیز دنش میگی جوابی به لایق خود است که به محبت نیست برای این و یا فهمیدن ممکن نه که آدمایی که البته کمتر کلان شده که مثلا بچه‌ای و این گپ‌ها به فکر من نمی‌کنه.